سلام شنونده های عزیز، شما صدای مرا از رادیوی صدای بدون مرز از کمپ بی‌نظیر با کمک UNHCR شنونده هستید از طرف پناهندگان برای پناهندگان. سلام شنونده های عزیز، من مژده نوری هستم و شما صدای مرا از رادیوی صدای بدون مرز شنونده هستید و من امروز به عنوان یک زن افغان در مورد شجاعت زنان افغان صحبت میکنم. زن افغان نمادی از شجاعت و مقاومت در میان دهه‌های جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و سیستم اجتماعی است. او که در جامعه سنتی با هنجارهای سختگیرانه زندگی می کند، هر روز با چالش‌های عمیق برای تضمین حقوق اولیه‌اش مانند آموزش، آزادی بیان و مشارکت در زندگی عمومی روبرو است. در دوره‌های سرکوب شدید، به ویژه در رژیم‌های افراطی، زنان از حقوق تحصیل، کار و حتی رفت و آمد آزادانه بدون همراهی یک مرد محروم بودند. با این حال، حتی با وجود این محدودیت‌های شدید، زنان افغان هرگز از مبارزه دست نکشیدند. او با شجاعت خاموش مقاومت کرد. در مدارس زیرزمینی تدریس کرد، مخفیانه شعر نوشت، فرزندان بزرگ کرد و امید به روزگار بهتر را زنده نگه داشت. در دهه‌های اخیر بسیاری از زنان افغان گام‌های بلند برداشتند و پزشک، معلم، روزنامه‌نگار، سیاستمدار و فعال اجتماعی شدند. آنها شروع به اشغال فضاهای مهم در جامعه کردند و صدای میلیون‌ها نفر بودند که هنوز در سکوت زندگی می‌کنند. چهره‌های مانند ملاله جویا و فوزیه کوفی نمونه‌های از رهبری و شجاعت در مواجهه با تهدیدهای مداوم هستند. با وجود شکست‌های اخیر، به ویژه با بازگشت گروه‌های افراطی به قدرت، زنان افغان همچنان نماد از قدرت و عزت هستند. آرزوی او برای آزادی و برای خاموش نشده است. این آرزو در هر عمل مقاومتی، در هر دختری که بر یادگیری اصرار دارد، در هر زنی که از سکوت امتناع می‌کند موج می‌زند. تجلیل از زنان افغان به رسمیت شناختن مبارزه روزانه و اغلب نامرئی آنها برای عزت و عدالت است. همچنین یادآوری می‌کند که حقوق بشر جهانی است و آزادی یک زن در هر کجای دنیا به همه ما مربوط می‌شود. و اکنون ما در اینجا هستیم و با کمک حقوق بشر جهانی به تمام جهان نشان بدهیم که ما تسلیم نمی‌شیم. ما دختران هستیم که درد را میشناسیم، اما از تسلیم شدن در برابر آن خودداری میکنیم. ما در سکوت زندگی کرده ایم، اما معتقدیم که این سکوت شکسته خواهد شد. آینده متعلق به کسان است که حتی در تاریکی و دنبال نور میگردند و ما نیز جزو آنها هستیم. و اکنون من به برزیل آمده ام تا آینده بهتر بسازم. ترک وطن و مواجهه با چالش‌های فرهنگی و زبان جدید کار آسانی نیست، اما در بحبوحه این مشکلات هدف بزرگتری در پیش است. پیشرفت و موفقیت در این کشور تا بتوانم صدای دختران افغان را به جهانیان تقویت کنم. آرزو دارم داستان‌ها، مبارزات و رویاهای دختران افغان را منعکس کنم تا جهان بفهمد که با وجود همه موانع، امید و اراده می تواند راه را هموار کند. هر قدمی که در این مسیر بر می دارم، نه تنها برای خودم بلکه برای همه دختران است که حق تحصیل، آزادی و آینده روشن دارد. شنوندگان گرامی، از این که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزارم و این برنامه به پایان رسید. اما راه همدلی و حمایت از زنان افغان ادامه دارد و آرزوی آینده بهتر برای همه ما. بدرود.